در ناحیه یوون هفته گذشته جسد یک محبوس را به خاک سپردند که در جنگ اوکراین کشته شده است. جسد بابوعزیز تویدیف 22 ساله را روز 12 دکبر از روسیه به تاجیکستان آوردند و در زادگاهش ناحیه یوون به خاک سپردند. نزدیکانش میگویند بابوعزیز ماه سپتامبر سال 2021 با اتهام نگهداری مواد مخدر بازداشت شد و یک دادگاه در مسکو او را به 6 سال زندان محکوم کرد. همکارم مومین احمدی شیوه به جنگ بردن این محبوس و عموما تاجیکان را تحقیق کرده است و حالا در استودیو با ماست. مومین، چطور یک زندانی که سابقه نظامی ندارد از محبس تا میدان جنگ در اوکراین رفته است؟ بله زرنگیز، با آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه ضد اوکراین، سازمان خصوصی واگنر محبوسان را از زندان‌های این کشور به جنگ جلب کرد. در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شد که نمایندگان این سازمان با محبوسان صحبت می‌کنند و آنها را به جنگ تشویق می‌سازند. در عوض با آنها مبلغ و آزادی پیش از مهلت از زندان را وعده می‌دادند. بابوعزیز هم از جمله محبوسان تاجیک بود که به این جنگ جلب شده است. طاهر تویدیف پدر وی میگوید 23 سپتامبر امسال پسرش از محبس زنگ زد و گفت که او را به جنگ میبرند. پدر گفته است که نباید به جنگ رود، ولی بابوعزیز گفته است علاج دیگری ندارد. طاهر تویدیف گفت که احساس میشد پسرش مجبور به جنگ میبرند. اولی ماه دکبر به پدر این جوان از روسیه خبر دادند که پسرش در اوکراین کشته شده است. کمال خوجه غایبوف تقای بابوعزیز که برای آوردن جسد به روسیه رفته است گفت حیران است که چی طور یک جوانی بی تجربه که باری به دستش سلاح نگرفته است مستقیما به جنگ برده شده و اونجا کشته شده است. مقامات روسیه که برای شرکت در جنگ وعده کمک مالی میکنند هیچ مبلغی حتی برای آوردن جسد بابوعزیز ندادند. کمال خوجه غایبوف گفت در سردخانه یا مورگ کنار مسکو که جسد رو گرفت پر از جسد جوانان تاجیک بود. بله مومین، تا جای خبرها دسترس شد مهاجران عادی تاجیک نیز به جنگ روسیه ضد اوکراین جلب شدند. شیوه تشویق آنها به جنگ چگونه است؟ بله زرنگیز، پس از آن که روسیه در جنگ ضد اوکراین تلفات زیاد داد و این جنگ برخلاف پیشبینی‌ها طولانی شد، به گفته آگاهان وضع این کشور به نیروی اضافی ضرورت پیدا کرد. دلیل‌های وجود دارد که مهاجران زیادی تاجیک به این جنگ جلب شدند. مهاجران را بیشتر هنگام گرفتن شهروندی، عوض کردن شناسنامه‌ها و هنگام گرفتن پتنت کاری به جنگ جلب می‌کنند. شیوه جلب کردن آنها از شیوه جلب محبوسان کمی فرق دارد. مثلا در دیوارهای مرکزی مهاجرت صخروی مسکو با زبان مادری مهاجران مثلا تاجیکی اعلان نوشته شده است. در اعلان گفته شده است که اگر شما می‌خواهید آسان صاحب شهروندی روسیه شوید با شرطنامه به قواهای مسلح شامل شوید. مهاجران تاجیک به ما نقل کردند که اگر سندهایشان درست باشد آنها را به پیوستن به ارتش تشویق میکنند، ولی اگر کدام مشکلی جدی پیدا شود آنها را خوف اخراج از روسیه تهدید میکنند و در این مرکز با آنها شرط میگذارند. شرطشون این است که شما یا با ارتش میروید و صاحب شهروندی میشوید یا رانده میگردید. شاهدان نقل کردند که روزهای اول بعضی از مهاجران به این پیشنهاد راضی شدند. با مهاجرانی که جنایت صادر میکنند و یا قانونی را نقض میکنند برای عوض آزادی چنین پیشنهاد میکنند. حالتهای مجبورند به ارتش بردن مهاجران که شهروندی این کشور را داشتند نیز ثبت شده است. تشکر همکارم مومین احمدی درباره تشویق مهاجران برای پیوستن به ارتش روسیه و جنگ در اوکراین صحبت میکرد.